آرزوم اینه که پولدارترین فرد جهان باشم. دلم میخواد انقدر پولدار بشم که همه به موفقیتم افتخار کنن. اگه یه عالم پول داشته باشم حتما به همه آرزوهام میرسم. ای کاش انقدر ثروتمند باشم که هیچ نگرانی مالی نداشته باشم. اگه یه عالم ثروت داشته باشم حتما توی هر شرایطی راحت زندگی میکنم. دلم میخواد انقدر پولدار بشم که همیشه بهترین و با کیفیت ترین امکانات رو داشته باشم. اگه یه عالم ثروت داشته باشم حتما زندگی شادی خواهم داشت و هیچ دغدغه‌ای نخواهم داشت. دلم میخواد انقدر پولدار بشم که بتونم به همه کشورهای دنیا سفر کنم. اگه یه عالم پول داشته باشم حتما همه دوستان و خانواده‌مو در رفاه کامل قرار میدم. قطعاً همه ما حداقل یه بار به این آرزوها فکر کردیم و شاید هر روز با این ای کاش ها زندگی کرده باشیم. هممون آرزوهایی داریم که فکر میکنیم تنها راه حلش داشتن ثروت و پول بیشتره. فعلا به این که این طرز تفکر صحیحه یا نه کاری ندارم، اما میخوام باهاتون درباره این که چطور این آرزو به واقعیت تبدیل میشه صحبت کنم. به همین خاطر موضوع کلیپ امروز اینه: چگونه ثروتمند بشیم؟ من جیران هستم و در این آموزش شما را همراهی می کنم تا با راهکارهای عملی محال‌ترین آرزوی بشر را به واقعیت تبدیل کنیم. پس تا انتها با من همراه باشید، چون راه به دست آوردن ثروت خیلی آسان‌تر از اینه که یک آرزوی محال باشه. اول باید بدونیم به چه کسانی ثروتمند میگن و چه مواردی میتونه ما رو به داشتن ثروت بیشتر کمک کنه. خیلی مهمه که بدونیم ثروتمندان چطور فکر میکنن و به چه چیزهایی باور دارن. در واقع این اسرار پنهان ذهن ثروتمندانه که کلید گنج ثروت و موفقیت ماست. اگه پای داستان‌های افراد ثروتمند درباره اینکه چگونه ثروت عظیمشون رو به دست آوردن بشینیم، متوجه الگوی قاعده‌مند میشیم. به ندرت میشه فردی ثروتمند رو پیدا کرد که موفقیتش رو مدیون لحظه‌ای معجزه‌آسا باشه. اونا طرز فکرشون رو کلید موفقیت و سعادتشون میدونن. مثلا اپرا وینفری از سخت‌ترین شرایط ممکن به اوج شهرت و ثروت رسید. اون در سال 1954 در یک خانواده فقیر در میسیسیپی به دنیا اومد و دوران کودکی بسیار سختی رو تجربه کرد، از جمله آزارهای جسمی و روحی. در 14 سالگی پس از تولد فرزندش که متاسفانه اونم زنده نموند، به تنسی نزد پدرش رفت و توانست تحصیلاتش رو ادامه بده. اپرا از نوجوانی علاقه شدیدی به سخنرانی و رسانه داشت. اولین شغلش رو در 19 سالگی به عنوان مجری اخبار بود، اما به دلیل احساساتی بودن اخراج شد. با این حال اون تسلیم نشد. در سال 1984 برنامه تلویزیونی خودش به نام The Oprah Winfrey Show را راه اندازی کرد که به سرعت به یکی از پربیننده ترین برنامه‌های تلویزیونی جهان تبدیل شد. اپرا با تأسیس شرکت هارپو پروداکشنز کنترل کاملی بر محتوای برنامه‌هاش به دست گرفت و به یکی از ثروتمندترین و تأثیرگذارترین زنان جهان تبدیل شد. اون از شهرتش برای حمایت از مسائل اجتماعی مهم مانند حقوق زنان، فقر و نژاد پرستی استفاده کرد و با فعالیت‌های خیریه‌اش میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داد. داستان اون نمونه‌ای از اراده قوی، پشتکار و قدرت باور به رویاها که از فقر به موفقیت جهانی رسید.
مهمترین نکته اینه که ذهنتون رو بشناسید. شما صاحب چه ذهنیت و تفکری هستید؟ اصلا میدونید که مخالف ذهن ثروتمند و ذهنیت ثروتساز یک ذهنیت فقر و تنگ دستی وجود داره؟ فرد با ذهنیت ثروتمند به جای دیدن محدودیت‌ها به فرصت‌ها توجه میکنه. مثلا وقتی بازار در رکوده، اون به دنبال سرمایه‌گذاری‌های جدید و تخفیف‌های بازاره تا از بحران سود ببره. زمانی که بازار مسکن در رکوده، فرد با ذهنیت ثروتمند املاک ارزون قیمت رو میخره و بعداً اونا رو با سود میفروشه. در مقابل فرد با ذهنیت فقیر به جای اینکه فرصت‌ها رو ببینه، بیشتر روی شکست‌ها و مشکلات تمرکز میکنه. اون به جای ریسک کردن برای رشد، به خاطر ترس از دست دادن عقب نشینی میکنه. این آدم به خاطر ترس از دست دادن سرمایه هیچ وقت در بورس سرمایه گذاری نمیکنه، حتی اگه تحقیقات نشون بده بازار در حال رشده. در صورتی که در این شرایط یه ذهن ثروتمند میگه چطور میتونم از این فرصت استفاده کنم تا سود بیشتری به دست بیارم. در مقابل واکنش ذهن فقیر اینه: این بازار خیلی ریسک داره، بهتره کاری نکنم تا چیزی از دست ندم. ذهن ثروتمند میگه من میتونم با یادگیری مهارت‌های جدید و سرمایه‌گذاری روی خودم درآمدم و افزایش بدم. اما ذهن فقیر میگه من دیگه توان یادگیری ندارم، همین که الان دارم کافیه. ذهن ثروتمند در مواجهه با شکست میگه اگه این پروژه شکست بخوره ازش درس میگیرم و بهتر میشم، یا میگه این شکست موقتیه، راه حلی پیدا میکنم و دوباره امتحان میکنم. اما ذهن فقیر خودشو سرزنش میکنه و میگه اگه شکست بخورم دیگه تمومه، پس بهتره اصلا شروع نکنم، یا میگه این شکست نشون داد که موفقیت به من نمیرسه، بهتره دیگه ادامه ندم. کسی که ذهن ثروتمند داره وقت سرمایه گذاری اینطوری فکر میکنه: به جای خرید یه ماشین لوکس که ارزشش رو از دست میده، پولمو در یه کسب و کار یا سهام سرمایه گذاری میکنم. اما آدمی که ذهن و روح فقیری داره، پولش رو خرج خودنمایی زودگذر میکنه و میگه پولمو خرج یه ماشین گرون میکنم تا دیگران ببینن من موفقم، بعداً به سرمایه گذاری فکر میکنم. یه ذهن ثروتمند و آینده نگر اینطوری فکر میکنه: وقتی درآمدم زیاد شد، به دنبال روش‌هایی برای سرمایه گذاری و افزایش دارایی‌های بلند مدتم میگردم. اما ذهن فقیر میگه هر وقت بیشتر پول در آوردم، اون وقت میتونم بیشتر خرج کنم و لذت ببرم. ذهن ثروتمند برای بهبود زندگی خودش رو مسئول میدونه و میگه من مسئول تغییر وضعیت مالی خودم هستم، باید راه حل‌های جدید پیدا کنم. اما ذهن فقیر همیشه منتظره تا دیگران شرایط رو تغییر بدن و میگه اگه وضعیت اقتصادی بهتر بشه، شاید بتونم وضع مالیمو بهبود بدم. این جملات تفاوت آشکار بین افراد با ذهنیت ثروتمند و ذهنیت فقیر را در نحوه برخورد با مشکلات، فرصت‌ها و مدیریت پول نشون میده. ذهنیت ثروتمند به دنبال رشد، یادگیری و پذیرش مسئولیته، در حالی که ذهنیت فقیر بیشتر به ترس از شکست و سرزنش شرایط تمرکز داره. حالا شما بگید، شما صاحب یک ذهن ثروتمند هستید یا فقیر؟ برای اینکه ذهنتون رو بهتر بشناسین، به این پرسشنامه پاسخ بدین تا در ادامه راهکارهای درمان را بهتون بگم. وقتی با یه فرصت جدید مالی مواجه میشید، چی کار میکنی؟
درباره اون تحقیق میکنم و بررسی میکنم که آیا میتونم از اون بهره برداری کنم یا نگران ریسکاش هستم و ترجیح میدم اقدام نکنم. چگونه به پس‌انداز و سرمایه گذاری فکر میکنید؟ همیشه بخشی از درآمدم رو برای سرمایه گذاری کنار میذارم یا هر چقدر درآمدم بیشتر بشه بیشتر خرج میکنم و پس‌انداز برام سخته؟ وقتی با شکست مواجه میشین چگونه واکنش نشون میدین؟ شکست را به عنوان یه درس میبینم و راههای بهتری برای آینده پیدا میکنم یا شکست منو ناامید میکنه و به این فکر میکنم که شاید بهتره دیگه ادامه ندم؟ درباره یادگیری مهارت‌های جدید و توسعه فردی چه نظری دارین؟ به طور مداوم برای یادگیری مهارت‌های جدید و بهبود خودم تلاش میکنم یا فکر میکنم دیگه نیازی به یادگیری چیزای جدید ندارم، هر چی دارم کافیه؟ چگونه با پول رفتار میکنی؟ از پول به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و ساختن ثروت بیشتر استفاده میکنم یا پول را برای خرید لذت‌های کوتاه مدت و نیازهای روزانه خرج میکنم؟ وقتی به موفقیت دیگران نگاه میکنین چه احساسی دارید؟ از موفقیت دیگران الهام میگیرم و از اون به عنوان انگیزه‌ای برای تلاش بیشتر استفاده میکنم یا احساس حسادت میکنم و فکر میکنم که موفقیت اونها نتیجه شانس یا شرایط خاصه؟ وقتی وضعیت اقتصادی دشوار میشه چه واکنشی نشون میدین؟ به دنبال فرصت‌های جدیدی میگردم که از شرایط بهره برداری کنم یا به دلیل شرایط اقتصادی ناامید میشم و منتظر بهتر شدن اوضاع میمونم؟ چه نگاهی به ریسک کردن دارید؟ ریسک های محاسبه شده را به عنوان بخشی از مسیر موفقیت میپذیرم یا از ریسک کردن میترسم و فکر میکنم باید همیشه از موقعیت های خطرناک دوری کنم؟ چگونه به آینده مالیتون نگاه میکنی؟ برای آینده مالیم برنامه ریزی دارم و به اهداف بلند مدت فکر میکنم یا به دلیل مشکلات مالی فعلی نمیتونم به آینده فکر کنم و نگرانی هام بیشتره؟ وقتی در مسیر موفقیت هستین چه چیزی به شما انگیزه میده؟ رسیدن به اهداف بلند مدت و ساختن زندگی بهتر برای خودم و اطرافیانم یا دستیابی به لذت‌های کوتاه مدت و سریع؟ حالا بریم سراغ تفسیر نتایج. اگه اکثریت پاسخاتون الفه، تبریک میگم، شما ذهنیت ثروتمندی دارید. شما به فرصت‌ها نگاه می‌کنید، یادگیری را ارزشمند می‌دونید و شکست‌ها را بخشی از مسیر موفقیت می‌بینید. در نتیجه شانس بیشتری برای ساختن آینده مالی موفق دارید. تنها کافی اهدافتون را مشخص، بر روی اونها تمرکز و مسیر روشنتون را دنبال کنید. اما اگر اکثریت پاسخ‌ها ب باشه، شما تمایل بیشتری به ذهنیت فقیر دارید. ترس از شکست، مصرف‌گرایی و عدم تمایل به ریسک میتونه شما را از دستیابی به اهداف مالی بلند مدت باز داره. بهتره روی تغییر طرز فکر خود تمرکز کنید و به جای دیدن موانع فرصت‌ها را ببینید. اگر شما دارای ذهنیت فقیر هستید، اصلا نگران نباشید. تبریک میگم. اولین قدم تغییر ذهنیت فقیر رو برداشتین. کدوم قدم؟ آگاهی. اولین قدم تغییر ذهنیت فقیر آگاهی نسبت به این ذهنیته. بیشتر کسانی که این ذهنیت رو دارن از داشتن اون بی اطلاعن.
بنابراین برای تغییر اون هیچ تلاشی نمی‌کنن. و حالا قدم دوم، تغییر نگرش. این که ما همیشه خودمون رو یه بازنده ببینیم و تکرار این جملات که من بدشانسم، هیچ وقت زندگی روی خوش به من نشون نداده، پول ندارم، بدهی هام خیلی زیاده، از چهرم راضی نیستم، شرایط زندگیم خیلی بده و بدترین جمله این که من هیچ وقت موفق نمیشم. تکرار این جملات ذهن شما را وارد یک گردونه تمام نشدنی از شکست ها و بدبختی ها میکنه. حالا چیکار کنیم؟ همونطور که تکرار بدبختی و عدم موفقیت شکست بیشتری را به زندگی ما جلب میکنه، تمرکز روی خوشبختی حتی کوتاه و نعمتهای کوچک، شکرگزاری برای این موهبت‌ها و نعمت‌ها درهای رحمت و ثروت بیشتر را به سمت شما باز میکنه. من نمیخوام براتون معجزه کنم، ادعایی در این زمینه هم ندارم، اما الان دقیقاً زمان درست افشاگری اسرار ذهن ثروتمندان. ثروتمندها میدونند، اونا قدرت ذهن رو میشناسن و بلدن چگونه از این قدرت خارق العاده استفاده کنن. ذهن یکی از شگفت‌انگیزترین و جذابترین جنبه‌های وجود انسانه که توانایی تغییر افکار منفی به مثبت و ایجاد معجزه را در خود داره. ذهن ما مانند یه باغه که در اون میتونیم بذرهای افکار مثبت رو بکاریم و با پرورش اونها باغی از موفقیت، شادی و تحقق آرزوهامون بسازیم. تصور کنید ذهن شما مانند یک چرخدنده عظیمه که بر اساس افکار و احساسات شما به حرکت در میاد. وقتی افکار منفی در اون وارد بشه، این چرخدنده به آرومی و با تردید حرکت میکنه و شما را به سمت ناکامی و ناامیدی هدایت میکنه. اما اگه با افکار مثبت، امید و انگیزه این چرخدنده را به حرکت در بیارین، سرعت و قدرت اون به طرز شگفت انگیزی افزایش پیدا میکنه و به شما قدرت میده تا بر مشکلات فائق بیاین و به اهداف خودتون برسید. تغییر افکار منفی به مثبت فرایندیه که نیاز به آگاهی و تمرین مداوم داره. هرگز نباید دست کم گرفت که یه تغییر کوچیک در نحوه فکر کردن میتونه به تغییرات بزرگی در زندگی منجر بشه. به عنوان مثال، وقتی با یه چالش مواجه میشین، به جای تمرکز بر مشکلات و موانع، به راه حل‌ها و فرصت‌های موجود فکر کنید. این تغییر در نگرش میتونه به شما انرژی و انگیزه‌ای بده که معجزه آسا به نظر میرسه. مثلا اگه درآمدتون کم شده، به جای تمرکز بر این که درآمد کارم کم شده و نمیدونم چگونه به وضعیت قبلی برگردم، ممکنه مجبور به تعطیل کردن کارم بشم، به راه حل فکر کنید و بگین این کاهش درآمد فرصتیه تا مدل کسب و کارم رو بررسی کنم و بهینه سازیش بکنم. شاید بتونم محصولات یا خدمات جدیدی ارائه بدم که نیاز بازار رو بهتر برآورده کنه. اگه در امتحانات مردود شدین، نگید من در امتحانات مردود شدم و به نظر میرسه که هیچ راهی برای موفقیت وجود نداره. شاید من به اندازه کافی خوب نیستم. بهتره بگین این شکست فرصتیه تا روش‌های مطالعه‌مو تغییر بدم و به دنبال منابع آموزشی جدید باشم. میتونم از تجربه‌های قبلی خودم درس بگیرم و استراتژی‌های جدیدی رو برای موفقیت در امتحان آینده طراحی کنم. اگه در روابط شخصیتون مشکل دارین، هرگز نگین من و شریک زندگیم همیشه با هم مشکل داریم و به نظر نمیرسه که بتونیم با هم سازگاری داشته باشیم. ممکنه مجبور به جدایی بشیم.
در عوض بگین این مشکل میتونه فرصتی برای بررسی رابطه و نیازهای ما باشه. میتونیم با مشاور خانواده مشورت کنیم تا مهارت‌های ارتباطی و درک متقابل رو تقویت کنیم. اگه بیکارین و شغل مناسبی پیدا نمی‌کنید، هرگز فکر نکنید که در جستجوی شغل مناسب هستم و هرگز به موفقیت نمیرسم. به نظر میرسه که هیچ موقعیت مناسبی وجود نداره. این گونه فکر کنید و به خودتون ارزش بدین. این فرصت را دارم که مهارت‌های جدید یاد بگیرم و رزومه‌مو بهبود بدم. میتونم شبکه سازی کنم و با افراد حرفه‌ای در صنعت مورد نظر تماس بگیرم تا فرصت‌های جدیدی پیدا کنم. اگه تو محل کارتون دیگران شما رو نقد میکنن، ناامید نشین و اینگونه فکر نکنید که نقدهای منفی به من اعتماد به نفس نمیدن و به نظر میرسه که هرگز قادر به بهبود نخواهم بود. به جای اون خوب گوش بدین، فکر کنین و بگین این نقدها میتونه فرصتی باشه تا نقاط قوت و ضعف خودم رو بهتر شناسایی کنم و بر روی مهارت‌های مورد نیاز تمرکز کنم. با پذیرش بازخوردها میتونم رشد کنم و عملکرد بهتری داشته باشم. اگه فشارهای مالی و بدهی‌ها کلافتون کرده، نگین بار مالی و بدهی‌ها بسیار زیاده و به نظر میرسه که هرگز قادر به پرداخت اونا نخواهم بود. این وضعیت به نظر بی پایانه. به جاش اینطوری فکر کنید. این فشار مالی میتونه فرصتی باشه تا بودجه‌ام رو بازنگری کنم و استراتژی‌هایی برای مدیریت مالی بهتر ایجاد کنم. شاید بتونم منبع درآمد جدیدی پیدا کنم یا برنامه‌ای برای پرداخت بدهی‌ها طراحی کنم. اگه انگیزه‌ای برای شروع پروژه جدید ندارین، هرگز با خودتون نگین شروع این پروژه جدید به نظر بسیار دشوار و گیج کننده است. ممکنه به نتیجه نرسه و فقط وقت و انرژی منو هدر بده. در عوض بگین میتونم پروژه رو به مراحل کوچکتر تقسیم کنم و هر مرحله رو به طور مجزا پیش ببرم. همچنین میتونم به اهداف کوچکی که میخوام به اونها دست پیدا کنم تمرکز کنم و از پیشرفت‌های کوچیک خودم لذت ببرم. این مثال ها نشون میده که با تغییر نگرش از تمرکز بر مشکلات به تمرکز بر راه حل ها و فرصت ها میشه به شیوهی معجزه‌آسا از چالش ها عبور کرد و به موفقیت نزدیکتر شد. هرگز فراموش نکنید که یک فکر مثبت میتونه مانند یه نور در تاریکی باشه. این نور شما را از بن‌بست‌ها و موانع نجات میده و راهی به سوی روشنایی و موفقیت نشون میده. وقتی ذهن خودتون را با افکار مثبت پر کنید، توانایی شما برای مقابله با مشکلات و دستیابی به اهداف به طور قابل توجهی افزایش پیدا میکنه. یادگیری تکنیک‌هایی مانند مدیتیشن، تجسم مثبت و استفاده از جملات تأکیدی ابزارهایی که میتونن به شما کمک کنن تا افکار منفی رو به افکار مثبت تبدیل کنید. این تکنیک‌ها به شما یادآوری میکنن که قدرت ایجاد تغییرات بزرگ در زندگیتون در دستان خود شماست. به یاد داشته باشید که معجزه‌ها نه تنها در لحظات غیر منتظره، بلکه در تغییرات کوچک و مستمر ذهنی که هر روز انجام میدین اتفاق میافتند. وقتی ذهن شما با افکار مثبت و سازنده پر بشه، دنیای اطرافتون نیز تغییر میکنه و شما با دیدن نتایج شگفت‌انگیز به قدرت واقعی ذهنتون ایمان میارین. ممنون که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودین. در روزهای آینده تمرینات عملی برای ایجاد ذهنیت ثروتمند براتون آماده میکنم. شاد و ثروتمند باشید، چون شما لایق بهترین زندگی هستید.